میکنی با کرد شالی دلم شد که پیشکت بیایم دلم شد که پیشکت بیایم خجالت می کشم از دست خالی خجالت می کشم از دست خالی دره بدره هوای پغمان بدره دستمال نگار شوم که بادم ببره بسوی یارم ببره سر در بغلش مانده و خوابم 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 ببره. سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما را بسیار خوش آمدید میگم به این ویدیو و از شما تشکری میکنم از اینکه این ویدیو را بر دیدن انتخاب کردین. امیدوار هستم که جور و صحت و سلامت باشین. موضوع ویدیو امروز ما در مورد آموزش یک آهنگ بسیار زیبا از استاد ناشناس عزیز می باشه که این ویدیو به فرمایش یکی از دوستای ما آماده میشه. دوستای عزیز، در شروع ویدیو میخوایم از تمام شما عزیزان سپاسگزاری کنم که شما این کانال سپورت میکنین. با کامنت های بسیار زیبایتان شما میتونین که انرژی بسیار مثبت به من بدین تا که من بهتر در خدمت شما بتونم قرار بگیرم. لطفاً لایک فراموش نکنین دوستای عزیز. اگر امکانات دارین لطفاً این کانال و این ویدیوها را شیر کنین، معرفی کنین به دیگه دوستایتان تا که دیگرها هم همچنان بتونن که از این ویدیوهای آموزشی استفاده بکنن. یک تشکری بسیار خاص دارم از دوستای ما که ممبرشیپ از این کانال خریدن و یا کسانی که درس‌های فردی و شخصی از من میگیرن. بسیار ازشان من سپاسگزاری میکنم. دوستای عزیز، اگر شما علاقه‌مند هستین که با من درس‌های شخصی داشته باشین، شما میتونین که از طریق مسنجر و یا از طریق کامنتات زیر امی ویدیوها شما با ما با تماس شوین. ما میتونیم که ساعت‌های درس‌های آموزشی را با شما منیج کنیم. میریم دوستای عزیز، یک جای شروع میکنیم. دره بدره هوای پغمان بدره دستمال نگار شوم که بادم ببره. دوستای عزیز، کمپوز از این آهنگ خود استاد ناشناس آماده کردن و 4 بیتی هاش که دو 4 بیتی های محلی می باشه که شاعرش معلوم نیست. این آهنگ بسیار زیبا در فریجین اسکیل یا نوتای راگ بهروی جور شده. دوستای عزیز، در این آهنگ اردوی ری و اردوی د استفاده شده. میریم و این آهنگ بسیار زیبا را از سی فریجین اسکیل یا از سی در نوتای راگ بهروی میخوانیم. خب اگر من از سی بخوانم، اسکیل ما چی رقم شکل داره؟ یعنی اسکیل راگ بهروی چی رقم شکل داره؟ ساری گما پا دانی سانی دا پا ما گری سا دره بدره هوای پغمان بدره دستمال نگار شوم که بادم ببره بسوی یارم ببره سر در بغلش مانده و خوابم ببره سر در بغلش مانده و خوابم ببره. همونطوری که دیدین دوستای عزیز، آهنگ از می سی میجر کورد شروع میشه و آهنگ از گ شروع میشه. دره بدره هوای پغمان بدره دستمال نگار شوم که بادم ببره بسوی یارم ببره سر در بغلش مانده و خوابم ببره. شما دیدین که ایره هم یک لحظه استفاده شد، یعنی شد ری. ملودی آهنگ اینه میره دوبار تکرار کرده استاد ناشناس عزیز. یعنی ملودی از سه های اکتف شروع میشه. انتری آهنگ از نی شروع میشه دوستای عزیز، از نی کومل و در اینجا شد دم همچنان استفاده میشه. شما ببینید دوستای عزیز، کرد ما اینمی چیز است، یعنی سی ماینر کرد است. بسر کردی نگار کلاه شمالی بسر کردی نگار کلاه شمالی خیشابه میکنی با کرد شالی
دلو میشه که پیشت بیایم، خجالت میکشم از دست خالی، خجالت میکشم از دست خالی. عالم را یک انگشت کار میکنم. بسر کردی نگار کلاه شمالی، خیشاوه میکنی با کرد شالی، دلو میشه که پیشه که بیایم، خجالت میکشم از دست خالی. دوستای عزیز، امی تمام آهنگ بود. ریتم از این آهنگ 6/8 تایم سیگنیچر است، یعنی دادره است. میریم و در دادره در تمپوی 20 در اپلیکیشن می دوست ما گفتیم برای شما ایره تمرین میکنیم. بسر کردی نگار کلاه شمالی، خیشاوه میکنی با کرد شالی، دلو میشد که پیشت بیایم، دلو میشد که پیشت بیایم، خجالت میکشم از دست خالی، خجالت میکشم از دست خالی. دره بدره هوای پغمان بدره، دستمال نگار شوم که بادم ببره، بادم ببره بسوی یارم ببره، سر در بغلش مانده و خوابم ببره، سر در بغلش مانده و خوابم ببره، سر در بغلش مانده و خوابم ببره، سر در بغلش مانده